پیام کوتاه و مختصر ما برای تمام برادرای ما، خواهرای ما، به ویژه جوانای ما است که افغانستان خانه مشترک همه ماست. این سرزمین متعلق به تک تک ماست. هیچ قوم، هیچ گروهی توان و صلاحیت ای را نداره که مالکیت انحصاری خود را مطرح بکنه و هیچ گروه و هیچ قومی صلاحیت و توان ای را نداره که تابعیت یک قوم یا گروه یا مالکیتش از این سرزمین حذف بکنه. تنوع قومی ما برای زیبایی ماست، تنوع زبانی ما، تنوع مذهبی ما برای زیبایی و نمادی خوبی از انسجام و وحدت اجتماعی ماست. از این واژه ها، از این تنوع، از این تفاوت ها برای زیبایی های بیشتر و بهتر تحول و تغییر باید استفاده شود، نه که ابزار و وسیله شود برای سوء استفاده های منافی کشورهای زینه، گروه های استخباراتی، آن سمت هایی که ثبات افغانستان را تحمل کرده نمیتونه، پیشرفت و وحدت و عزت و سربلندی مردم افغانستان را تحمل کرده نمیتونه. مردم افغانستان بیشتر از سهمشان، بیشتر از توانشان بدبختی ها، مشکلات ها، جنگ ها، قربانی ها را متحمل شدن، تحمل کردن.